به نام آن که دل کاشانه اوست، به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درودی به پایان ساری یک و یک شما همدیران عزیز، دانش آموزان گرامی، یک و یک شما را به افیر نوبتی امروزه خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. салом якум лайк ёсамин, ташаккури зиёд ёсамин хоҳарҷон барои лайктон, барои омадантон. Зиндаги зебо. Салом устоз. Ва алайкум салом. Хуш омадин бародари азиз. Зиндаги зебост. Даймон Кинг. Салом устоз. Ва алайкум салом. Хуш омадин бародари гиромӣ. Хоб имрӯз ефирнавбатии мо дарси забони англисӣ барои навёдгирон 22-имаш аст, яъне дарси 22-ум аст. Хоб хоб бори дигар хуш омадед дӯстони азиз. дар дарси гузашта мо шумо дар бораи чӣ гуфта гузаштем? Сара 85 мавзӯи дарси гузашта чӣ буд? Ёсамин, мавзӯи дарси гузашта. Басир 91 панҷум лайк. Салом ва алайкум салом. Ташаккури зиёд апай Басир 91. Хуш омадед. Раҳмат барои лайкотон, барои омадантон. Эфири имрӯзатон бисёр хуб буд, бисёр олӣ, дар як сатҳи хуб буд. Фақат чӣ мегӯям, ягон телефон қапак боша ки наҷунбад хуб мешавад. тиҷе ба штатив намурдоред. тиче бале ба ҳамун намедонам ба русӣ чӣ мешавад. штатив мешавад, яъне ҳамун телефон қапак масалан. хоб ози бора инҷа масалан намин агар як хеле телефон қапак бошад наҷунбад, дарсотон хуба иншоалло. хоб Blacksea. Салому алайкум салом. Хуш омадед. Тиче ба штатив гирифта. Ошхона. Салому алайкум ва алайкум салом. Хуш омадед. Басир 91 эбиёд. Тиче як прикол буд, вале хай кӯдак аст мешавад. Чи эбиёд. Тиче як прикол буд, вале хай кӯдак аст мешавад. Нафаҳмидам ира ростӣ. Асаргон зебо. Салом ба ҳама. Ва алайкум салом. Камерамо чӣ бихирашид? Салом дастархони зебо. Хуш омадед. Time is gold. Салому алайкум ба ҳама. Ва алайкум салом. Хуш омадед. Blacksea. Hi. Hello. How are you? Are you okay? Апай Ситорамо. Салому алайкум ва алайкум салом. Хуш омадед. Ташаккури зиёд барои омадантон. Ҳокимҷони Фархорӣ. Ва алайкум салом. Хуш омадед апашка. Ҳокимҷони Фархорӣ. Салому алайкум ва алайкум салом. Чӣ ҳол дорем? Хубен? Тенҷен? Blacksea. Nice. Okay. Дастархони зебо. Хуш бошед. Diamond King. How are you teacher? I'm okay. And you? How about you? خب دانشجویان فعال دنیا World Time is Gold. 91
یاسمین سمیخان الله ولیکی اشخانه و بسم الله دسترخوان زیبا دایمون کنگ حکیم جان فرخاری لایک از زیر کردن. تشکر زیاد برادر عزیز حکیم جان فرخاری برای زیر کردن لایک. خب خب یاسمین همینجا هستن. دنیا ورلد با فکرم آمدن. بله دنیا ورلد آمدن. اگر سلامتون رو جواب نگرده باشیم بخشش زیاد و علیکم سلام جناب دیدم. آشخانه و بسم الله خوش آمدین. تایم و علیکم سلام خوش آمدین. خب سر 86. خب تشکر زیاد یاسمین. خب کسانی را که یک یعنی کامنت ها بالا رفته باشن ندیده باشیم معذرت سلام داده باشم. و علیکم سلام و علیکم سلام و همگیشان رو خوش آمدید میگوییم. دنیا ورلد هستن، تایم از گل هستن، بسیر 91 هستن، سر یاسمین هستن. خب اپای سمیه خان همینجا باشن. اپای سمیه خان الله ولی که همینجا هستین. آشخانه با بسم الله با فکرم بدن هازی هستن. دسترخوان زیبا هستن. دایمون کنگ هستن. خب ما بلاگر تجه سلامی فرخاری با نامی علیش کردین. با نام علیش کردین. و علیکم سلام ما بلاگر تجه خوش آمدین. نه پرسیدم که خوش آمدین. اینجا نوشتگی بدم در چیز دفتر پرسیده استمین اگر باور نکنی با دفتر نشان تامتون اینا اپای ما بلاگر تجه دفتر نوشتگی نامتون. خب حکیم جان فرخاری آخی با او یک کس سراغم نمیکنه که زنده مرده. خب ما بلاگر تجه نیز هستن. آشخانه هستن. خب نه باور ما خواهرتان میشم استاد تولدم 98. خب خواهر عزیز هستین. نورالی تیوی سلام و علیکم سلام خوش آمدین برادر عزیز. دایمون کنگ های. خب الله ولی که آمدن. حکیم سازی دوستم الله ولی که نیز آمدن. خب کی اونجا اپای سمیه خان و با فکرم که هم همینجا هستن. اپای ستارما اپای ستارما بخشش امروز ما نتونستیم در افیرتون اشتراک کرده یک کم ترک بند بدم. محمد گل سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین برادر عزیز. تشکر زیاد برای آمدنتون. خب حکیم جان فرخاری نویسین خیلی حال میام با. خب خوش آمدین برادر عزیز. نورالی تیوی آب شیدم. چرا آب شیدین برادر عزیز؟ الله ولی که شکرانه الله سازم. آشخانه فرخاری من حکیم جان فرخاری چی خان الله ولی که کجا میره حکیم بیست ما بلاگر همو لایک شب کنین آخی. خب اپای نکه نظر اینجا باشن. اپای نکه نظر اکیز جاودین با کلا نامشون انگشتیم. خب I'm drink tea. Diamond King I'm drinking می شود. یعنی I'm drinking
یعنی من آب نوشیده ایستاده ام. چای نوشیده ایستاده ام جمله درستش. اگر درینک یعنی چای می نوشم یعنی حاضر رو در نظر نداشته باشه، عادتا در نظر داشته باشد، پس بدونی ام میآید. یعنی I drink tea، من چای می نوشم. ما بلاگر تجه کسی لایک نیمونه نادانی سیف. خب کانالی ماما بلاگر تجه نیز همینجا با فکرم هستن. ماما بلاگر تجه thank you drinking tea, you're welcome. خب دیگر از دوستان اجازه باشه درس آغاز میکنیم. یگان سوال پیشنهاد نباشه. Thank you my teacher, you're welcome. ما بلاگر نو با ما ابونه شدید. افای بسیر 91 پرسیستن شما رو ما بلاگر تجه یعنی نو ابونه شدید با وای ها. حاکم جون فرخوری یا صورتم بگی آشخونه با اچکیم. خب رحمت استاد عزیز ما بلاگر تجه. خب دوستان گرامی میرویم با سراغ کتاب. ما و شما در کتاب رحمت دوست. خب نو اسمس اومد توبه نخود. توبه نخود. دوستان لایک سلام شما همه شکر خدا. تشکر زیاد برادر شوکت آوازم خوش آمدین. بسیر 91 آفتاب نیست فرخوری. خب شروع میکنیم. یاسمین دیگر جواب ندادن که درس گذشته چی بود درسی ما. ما بلاگر شما نظمید شما طرفای ما با نمیوید. خب دایموند کینگ استاد نیو گرامر تایم چی میشود؟ نیو گرامر تایم نیو جدید میشود، گرامر دستور زمان میشود، تایم زمان وقت میشود. خب اگر نیو از جمله نام کتاب باشد پس میشود که زمانی دستور زبانی نو، زمانی دستور زبانی نو. اما مثلا گرامر تایم یک بار چاپ شده باشه و این چاپی نو باشه به اون خاطر چاپی نو. خب بخشش یک خط کلیسه واتساپ ده. اگر نیو از جمله کتاب باشه میشود دستور زمانی دستور زبانی نو، زمانی دستور زبانی نو. اما از جمله نام کتاب نباشد، از جمله یعنی چاپی نو باشد پس میشود که چاپی نوی دستور زبانی نو، چاپی نوی دستور زبانی نو. یعنی نام کتاب گرامر تایم است. اصل گرامر تایم یعنی زمانی دستور زبان، زمانی دستور زبان. درس گذشته آیه 76 صحیفه رو اجرا کردیم. تایم از گل. خب ما بلاگتجی بس جون بخشش. خب تایم از گل تمرین بود. بله دایموند کینگ thank you, you're welcome. خب میرویم با سراغ صحیفه به فکرم 72 بود. 72 بله. دوستان گرامی درسی موضوع درسی امروزه ما شما prepositions of time می باشد. یعنی prepositions of time می شود یعنی جانشین های زمانی، جانشین های وقتی. when یعنی می شود کی، کدام وقت، کی کدام وقت. در اینجا نگاه کنیم summer party است. summer party می شود شب نشینی یا جشنی تابستانه، یا جشنی تابستانه یا شب نشینی تابستانه. اصلا پارتی به معنای هم حزب می آید، هم گروه می آید، هم دسته می آید، هم شب نشینی می آید، هم جشن می آید. اما در اینجا به معنای چی است؟ جشن و شب نشینی است. یعنی جشنی تابستانه می شود ترجمه کنیم، یعنی که شب نشینی تابستانه.
استاد گرامر تایم 2 هست. بله گرامر تایم 2 نیز هست. خب یعنی 5 کتاب است. این گرامر تایم 1 2 3 4 5 5 کتاب است. یک لحظه. باش خانم بلوگر خوب کازم دیجا. السلام علیکم استاد مونده نباشه. و علیکم سلام، خوش آمدین اپای نکه نظر. خب کی پرسیده بود گرامر تایم پرسیده بودین؟ گرامر تایم از 5 کتاب عبارت است. نگاه کنیم 1 2 3 4 5. و اگر شما مثلا دانش آموز باشید میتونید گرامر تایم 1 SB فرارین SB. اگر شما استاد باشید معلم باشید در یگان رو درس دهید پس میتونید نیو گرامر تایم 1 TB رو نیز فرارید. TB یعنی teacher book, SB یعنی student book. خب میگذاریم با کتاب. در اینجا نگاه کنیم این دختر از برین پرسیده است که when is your birthday brain. When is your birthday brain. کازن تجی. السلام علیکم با همه دوستان. و علیکم سلام اپای کازن تجی، خوش آمدین. نمیدونم جواب دادیم ندادیم شما را، یعنی سلام تنها بار جواب گردوندیم نگردوندیم، خوش آمدی کردیم نکردیم که خب به هر حال اگر نکرده باشیم خوش آمدین اپا. تشکری زیاد برای آمدنتون. خب دیگر کامنتر یا ننویسیم، میگذاریم با خواندن کتاب و در وقت تمرین باز یک جای تمرین کار میکنیم. دایموند کینگ، وینتر زمستان، سپرینگ بهار، سامر تابستان، اتم تیرما. بله در اینجا میگوید زادروزی تو کی است برین. زادروزی تو کی است برین. کازن تجی منظرت کی در دیر کردم من کمتر کار دارم امروز درس استوده نمیتونم. با حضور اپا نکه نظر با حضور. خب هر وقت که وقت یافتین بعد با بیاین. خب میگوید زادروزی تو کی است برین و برین در جواب میگوید it's in February. It's in February. خب در اینجا باشد این دخترک میگوید my birthday is in June. My birthday is in June. My birthday is in June. یعنی زادروزی من در ایون است. برین باشد میگوید در فوریه است. و در این جزای میپرسد از این شاید همسبقش است یا همسنفش، میگوید do you like swimming. Do you like swimming. آیا تو شناوری رو دوست می‌داری؟ آیا تو آوازی رو می‌پسندی؟ و در جواب میگوید yes in the summer. Yes in the summer. Yes in the summer. یعنی بله در تابستان. و در اینجا باشد یکی سوال میکند، میگه when is Peter's party. When is Peter's party. یعنی شبنشینی پتر کی است. شبنشینی پتر کی است. on Sunday. On Sunday در روز یکشنبه. در اینجا باشد سی توتی میپرسد که what time do you go to bed. What time do you go to bed. یعنی کی به خواب روی میروی، یعنی کی خواب میکنی. البته در اینجا bed آمده است یعنی کت آمده است، یعنی کی تو با کت میروی، یعنی با سوی جایگاه خواب. منظور از جایگاه خواب یعنی با خواب رفتن. مثلا what time do you go to bed. تو کی خواب میروی. و توتی در جواب میگوید at 10:30. At 10:30 یعنی ساعتی 10:30. ساعتی 10:30. خب در اینجا قاعده prepositions of time 1 یعنی یک قسمتش رو در اینجا آورده است، یعنی at on in یعنی سه تاش رو فقط آورده است. میگوید at همراه time می آید. at یعنی plus time یعنی همراه وقت می آید. at همراه وقت.
on همراهی days یعنی همراهی روزها، in همراهی ماها months یعنی همراهی ماها، in باز همراهی seasons یعنی همراهی فصل ها موسم ها یعنی فصل های سال. و در اینجا میگه مثلا مثال از at همراهی time یعنی همراهی وقت میگه at 10 o'clock at 10 o'clock ساعتی 10 در ساعتی 10 at 10 o'clock در ساعتی 10 ترجمهش. یا مثلا at half past 11 at half past 11 یا که ساعتی 11 و نیم ساعتی 11 و نیم. و مثال آن همراه روزها آن یعنی آن نیست در می شود یعنی at آن این همش در می شود در، اما در گراماتیک فرق میکنن یعنی بعضیشون در مثلا روزها میان بعضیشون در زمانها میان بعضیشون در فصلها و ماها مثلا. و مثال آن همراه روزها میگوید on Saturday on Saturday در روز شنبه یا on Sunday در روز یکشنبه یا on Friday در روز جمعه یا on Wednesday در روز چهارشنبه مثلا. in months in plus months یعنی مثال از ماها، این با همراهی ماها میاد یعنی in January in January in January یا in April یا in May in May یا in June July August به مثل همین ماها. و آخران یعنی این با همراهی فصل های سال نیز میاد مثلا in the summer in the summer یعنی در تابستان in the winter در زمستان in the autumn یعنی در تیرماه in the چی موند بهار spring in the spring در بهار. خب این بود قاعده. میگذاریم به تمرین. دوستانی که آماده هستن که جواب دهن مرحمت تا خواندن جمله 1 و 2 من میخونم و جمله 3 4 5 6 شما رقم رو مونید و جمله رو نویسید. Look and write. نگاه کن و بنویس. Zoe gets up at 7 o'clock. Zoe gets up at 7 o'clock. Zoe ساعتی 7 از خواب میخیزد. Zoe ساعتی 7 از خواب میخیزد. Brain has breakfast at 7:30. Brain has breakfast at 7:30. یعنی brain صبحانه را در ساعتی 7 و نیم تناول میکند. School starts رقم 3 School starts at 9 o'clock. درست. Time is good. School starts at 9 o'clock. دنیا ورد at مانند خوب میشود. At 9 o'clock. Time is good جواب دادن. دنیا ورد. خب دنیا ورد یک at مانند پیش از چی قبول است. دنیا ورد جواب دادن. آشخانه الله ولی که الله ولی که خیرسک کجا شده. به فکرم خیرسک برآمد. خب خیرچه سلام داد خیرسک شکافتن. این خیرچه کی را در نظر داشته باشین. خب یک لحظه دوستانی که آیید غیر موضوعی درس کامل می نویسن در آخر درس کامل می نویسن چون که سوال های درست بالا می روند. چهارم The children have lunch 12:30. The children have lunch کجا شد lunch 12:30. توغری دنیا ورد یوسمین The children have at 6 o'clock. در اونجا 6 o'clock نیست یوسمین، در اونجا 12 نیم است. 12 نیم و خاطر که لانچ ابتی میشه یعنی خوراک نصف روزی. دنیا ورد they go home 6 o'clock at 6 o'clock. دنیا ورد at 3 o'clock. At 3 o'clock. They go home at 3 o'clock. دنیا ورد at 3 o'clock. خب در اینجا کی جواب داد؟ دنیا ورد چهارم The children have lunch ایرا جواب ایرا گفتم خوندم. خب دنیا ورد they go ایرا خوندم. Time is gold. The children have lunch 1:30 o'clock.
12 بود. Time is gold یعنی 12 آجر دقیقه 12 بله. Half past 12 12. خب این رو خوندیم. عبدالباسط عبدو بهترین سلامت باشین. تشکر زیاد برادر عزیز. تشکر برای آمدنتون. صحتمند و سلامت و سربلند باشین. Diamond King I have time now. Diamond King از موضوع بیرون برآمدگی. خب خیزچه ما در کجایی؟ خب موضوع خارج از موضوع است. They go home at 3 o'clock. درست. الله ویلی که جواب دادیم. درست. خب time is gold. They go home at 3 o'clock. درست. Time is gold. دنیا world. ششم Corky goes to bed half past at 23 o'clock. 23 o'clock میشود 23 گویم میشود 11 o'clock گویم بخاطر که وقتی برای خواب روی میریم البته معلوم است که شب است. سیوم school starts at 9 o'clock. بسیار 91 درست. خب Black Sea school starts and I will go to school. Okay. Diamond King school starts at 9 o'clock. Okay. Allah will keep a Shidai the Peshi Sador Sinif. Time is gold. Corky goes to bed at 11:30 o'clock. Time is gold. Durust. Time is gold. Durust. Basir Namadiak 4 at 12 past. اینو نفهمیدم. تا مرا فراموش کن. خیرچه ما در کجای احترامانه خواهش میکنیم کامنت هایی که موضوعی درس نیستن خواهش التماس در اخیر درس مونن و خاطر که ما کامنتاری که در باره درسن اسپید نکردستن بالا میگذارن. School starts at 9 o'clock. Okay. الله ولی که درست. استاد خیرچه خوشم گرفته است. اوکی چی میشه و دونستم. اوکی چی میشه و دونستم. At 3 o'clock. پنجم at 3 o'clock. اوکی. بسیار 91. خب از تمام دوستانی که در اینجا حاضر دارن خواهش میکنیم کامنت هایی که به درس مربوط نیستند در آخر درس مونن. ما در آخر درس یک صحبت آزاد داریم. هر یک افیر صحبت آزاد داره. بنابراین خواهش میکنیم در آخر درس کامنت های غیر درسی نویسین. به کدام خاطر؟ به خاطر که کدامی که از تلفن اگر افیر کرده باشه اگر وقتی که یک کامنت رو ما خونده سر یک کامنت نو میاد و بالا میبره یعنی دیگه دریاب نمیکنم که بخونم. دنیای رنگین کودکان سلام خوب هستین همکسا و علیکم سلام خوش آمدین. الله ویلی که ما کیها فراموش موضوع درس نیست. Time is gold summer July August. Time is gold استاد سرسما شدم. خب Diamond King ششم Corky goes to bed at 11 o'clock. خب با فیلم که half past 11 o'clock بود Diamond King. خب این جوابای من سپام رفت چی؟ بعضی وقت همون خیمه رو اپای بسیر 91 بازی من که از کامپیوتر نگاه کنم بعضی وقت اونجا نشون میده که پاکزد یعنی اجازه دادن برای نمایش. خب یک لحظه کامپیوتر نگاه کنم بعضی وقت اونجا نشون میده که این یکتا از حاکم جان فرخوری بوده است. خب شاید سفام هم رفته باشه. خب میرویم به کتاب. تمرین دیگر اینجا رو نگاه کنیم. میگوید choose and write یعنی انتخاب کن و نویس. در اینجا جولای، اکتبر، جنوری، آگوست، نوامبر، اپریل، فوریه، می یعنی
3 8 8 ماه رو آوردن و در اینجا 4 فصل سال است. spring بهار، summer تابستان، autumn تیر ماه، winter زمستان. اینها رو یعنی در هر یک قطار در اینجا دو تاگی نویسین. یعنی شما این زمان چیکار میکنین؟ مثلا spring می‌نویسین، در تحت spring کدام ماه ها داخل میشوند اون رو نویسین. خواهش. اول فصل سال رو نویسید، بعد ماه رو. autumn اکتبر نوامبر. بله چگونه که time is gold نوشت نمیخیر. time is gold درست. autumn جواب خودش یافت. خب spring april may diamond king جواب یافت شد، یعنی درست جواب چی بود؟ spring یافت شد. autumn is summer winter month. spring دنیا ورد spring یکم march april may. خب time is gold spring may april diamond king summer july august. بله spring april. بله در اینجا diamond king جواب دادن. الله ویلی که جواب دادن. دنیا ورد جواب دادن. time is gold جواب دادن. خب دنیا ورد summer june july august. خب در اینجا همش آوردگی نیست ماه ها رو. ما گفتیم که در اینجا 8 ماه هست، دو تاگی پر میکنیم. خب جواب ها قبول هستن، یعنی این تمرین رو نیست کار کردیم. خب برای آدمای نوآموز در اینجا هستن، آدمایی که نوآموز هستن. جولای یعنی ایول، اکتبر یعنی اکتبر، جنوری یعنی ینوار، آگوست، نوامبر نوامبر، اپریل، فبروری فورال، می. خب spring بهار، summer تابستان، autumn تیر ماه، winter زمستان. میگذاریم بعد تمرین دیگر. در اینجا نگاه کنیم، میگوید put the days of the week in the correct order. میگوید روزهای هفته را با ترتیب درست بگذار. روزهای هفته را با ترتیب درست بگذار. مثلا در اینجا Friday, Tuesday, Sunday, Wednesday, Monday, Saturday, Thursday آمده است. اینها اردلش آمدن. خب اینها را دوستان گرامی با ترتیب گذارن، یعنی از روز دوشنبه آغاز کنین. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه. انا میخیر. مرحمت. آشخانه winter دکبر جونر فبرور. winter زمستان بله دسامبر جنوری فبروری. دنیای رنگین کودکان سندی. یعنی سندی طرز نوشت فرق میکند. مثلا سندی سیم کلمه رو نگاه کنیم اما طرز آواز بله درسته. سندی یعنی قریب که درسته. سندی. خب دوستانی هستن که اینا رو با ترتیب نویسن، اگر نباشد کار کنیم. یاسمین هم جستن. یاسمین دنیا ورد time is gold. خب diamond king time is gold. دنیا ورد جواب دادن یکم. دنیا ورد Monday, Tuesday, Thursday. یک لحظه. دنیا ورد Monday. دنیا ورد دوستانی که غیر موضوع می نویسن من خیلی شاید کامنت ها بالا می روند. دنیا ورد Monday, Tuesday. خب اینجا دیدگی هستین. روزهای هفته رو با ترتیب نویسین. من از کامپیوتر می خونم. خب در اینجا از کجا سر کنیم؟ Basir 91 December, January, February. It is winter months. Okay, yes. Diamond King winter, February, January. Okay. Sarah 85 Yosemite winter, February, January. Okay. Dunya World autumn, September, October, November. Okay. Black Sea spring, July, August. Spring بهار می شود. August تابستان است. July, August یعنی تابستان است. ماه‌های بهار نیستند. آشخانه winter, December,
یعنی دسامبر، جنواری، فوریه. درست؟ خب دنیای رنگین کودکان ساندی را خوندیم، همه را نوشتن اوژه. یوسمین ساندی. درست. Time is gold. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Time is gold cevaptun درسته. Time is gold cevaptun درسته. دنیا ورد Monday, Tuesday, Thursday. دنیا ورد در جای Thursday, Wednesday گذاره تمام. یعنی Monday, Tuesday, Wednesday بعداً Thursday, Friday, Saturday, Sunday. آشخانه Monday. دنیای رنگین کودکان کجا شد؟ Sunday, Monday, Tuesday. یوان تیوی 03. سلام علیکم حمده و علیکم سلام. خوش آمدین برادر عزیز. یوان تیوی. دنیای رنگین کودکان Tuesday, Winter, December, January, February. درست. توجیکیشکام فهمم. یوان تیوی کلوچ برینگ. برادر عزیز یوان تیوی درسی انگلیسی است در اینجا، یعنی متاسفانه کلید داده نمیشود. اگر به خاطر درس آمده باشین خوش آمدین. دنیا ورد یوان تیجی کلوچ یاک. آشخانه Monday, Tuesday است. آشخانه Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. واسه نوده تیچر چوتا ای افیر مرا و جوابهایم رو قبول ندارد. سپام رفته است برشان شاید اپای بسیر. یعنی میازی خونده استم شون از جایی که سر کردم مثلا. اگر در بین یکم جواب داده باشه رفته باشه خب شاید که سپام رو بگم. بسیر نوده یک Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday. با فکرم اپای بسیر یک چرا فراموش کردین. جمعه را یعنی فرایدی. خب دایتا نوشتین دیگه. جمعه را نوشتین. Tuesday, Friday, پنجشنبه. واسه نوده تیچر کیم کی نوشتن. فهمم. حاکم جانی فرخوری آشخانه آشتا بخورم. الله ویلکی سیزگه کلیت bilmeydi. سرشون Wednesday. خب دیگر فکر میکنم که جواب ها را نوشتین. جواب ها درست. در اینجا دنیا ورد جواب دادن. Time is gold جواب دادن. یوسمین جواب دادن. اپای سونای خان نیستن. الله ویلکی جواب دادن. آشخانه و بسم الله جواب دادن. دسترخوان زیبا چخیلی که امروز خاموش هستن. Diamond King, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. بله. Ali Khirat, sorry late. No problem. Welcome. دسترخوان زیبا همیشه. خب Diamond King نیز جواب دادن. خب دوستان گرامی این تمرین رو کار کردیم. میگذاریم به تمرین دیگر. اینجا رو نگاه کنیم. خب آخرین تمرین است امروز. بعداً با صحبت شخصی میشود. آخرین تمرین است. مثلا write in or on. write in or on میگوید که on یا اینکه این رو نویسید. یعنی این یا اینکه on رو نویسید. یعنی این on البته در زبان انگلیسی، نه این on تاجیکی. The school party is در جای خالی چی می آید اون رو نویسیم. یعنی رقم گذارید، رقم 1 2 خواهش میکنیم رقم گذارید. اگر با جمله رو با پراگی نویسین خوب می شود. خب جای های خالی چی می آید؟ آخرین تمرین است. جمله رو کامل نویسید که یاد بگیریم. خوب است. خب من ترجمه میکنم. The school party is یعنی جشن مکتبی یا شب نشینی مکتبی در روز جمعه است. School finished July یعنی مکتب ها در ماه ایول به انجام میرسند. We go to the beach the summer ما به ساحل در تابستان می رویم. The football match is Saturday مسابقه فوتبال در روز شنبه است. My family goes on holiday August عائله من با استراحت یا اینکه تعطیل در آگوست می روند. It's cold the winter یعنی در زمستان خنک است. خب جواب ها رو میخونیم.
یوسمین پنج این بله درسته یوسمین درست دایموند کینگ یکم the school party is at day Friday at day Friday نمیشود دایموند کینگ on Friday میشود on Friday. خب قدر خواهش میکنیم ای دوستان که موضوعی که مربوط به درس نیستن خواهش ننویسین دیگر ما کامنت رو از تلفن خوانده نمیتونیم مجبوریم که برویم سراغ کامپیوتر. خب دایموند کینگ یکم the school party is نمیاد در اینجا on میاد on Friday در روز جمعه است. دنیا ورلد یکم on درست جوابتون درست حاضر یک دقیقه سر یوسمین جواب درست دادن و دنیا ورلد جواب درست دادن. میرویم Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Black Sea درست دسترخوان زیبا Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday درست. دنیا ورلد دویوم in July درست. دنیا ورلد جواب دیگرتون هم درست. خب time is gold یکم the school party is on Friday بله درست time is gold درست. دایموند کینگ school finished in month July in July دایموند کینگ in July میشود time is gold درست. دنیا ورلد سیوم in دنیا ورلد سیوم in the summer درست جوابتون درست. دویوم دنیا درست. چهارم on Saturday درست. دنیا ورلد سر 85 4 on درست. خب خوشخونه اپای زیبا پرگو دنیا ورلد پنجم on نمیاد دنیا ورلد کجا شد پنجم این میاد یعنی in August. خب دایموند کینگ saying we go to the beach in month the summer جمله نادرسته دایموند کینگ. خب سر 85 یکم on خب درست. دوم in time is gold school finished in July درست time is gold. خب دوستان لطفا کامل نویسید نمیره تمام کنیم. school finished in July رو خوندیم دسترخوان زیبا همه جایم اپاجون کودکورا خواب کردم آشخونه یکم on دنیا ورلد ششم in خب ششم درستیم in the winter بله درست in the winter بله درست دنیا ورلد. خب دایموند کینگ the football match is on day Saturday day نمیاد جا on Saturday می شود on. آشخانه دیوم in Black Sea school party Friday on Friday می شود school party is on Friday. بهترین با نباشی به زیب و خیزه با جان. خب we go to the beach in the summer درست time is gold. The school party is on Friday درست. The football match is on Saturday درست. خب دیگر در اینجا زیادتر تایم دنیا ورلد جواب دادن time is gold جواب دادن اپای بسیر 91 جواب دادن سر 85 جواب دادن الله ولی که نیز جواب دادستان اگر خطا نکنم کجا شد الله ولی که we go to the beach in the Saturday بله جواب دادستان.
آشخانه با بسم الله، دسترخوان زیبا جواب دادن، دیمون کینگ جواب دادن. خب دیگر دوستان جواب را پیدا کردیم، یعنی تمرین رو کار کردیم. در همین جا تمرین ها از کتاب یا موضوع درس از کتاب در همین جا اکتفا میکنیم و از درس آینده درباره when what time کی می شود، what time کدام وقت می شود، یعنی کدام زمان می شود، چی زمانه، این رو میگیریم از درس آینده، یعنی فردا ساعت 9. یعنی دوستانی که بار اول از در افیری ما اشتراک میکنن، ما هر روز از اول رمضان تا کنون و باز تا آخر رمضان دوام میدیم. ساعت 9 به وقت مسکو هر روز افیر درسی آنلاینی زبان انگلیسی برای نویادگیران داریم. خب کسانی که نویادگیر هستند مرحمت کنند و کسانی که میدونن هم مرحمت کنند برای اصلاح ما یا که یگانجا خطا کردیم ما رو اصلاح کنند. خب یک چیز ایلاوگی میخواستم برای شما بگویم. prepositions یعنی جانشین ها. مثلا یا کنیم که در اینجا in, at, on. خب in, at, on حاضر ما همین سه تا را گرفتیم اگر فراموش نکرده باشین. این در کدام حالت میاد؟ این همراه years سال ها میآید، months ماه ها میآید، seasons فصل ها میآید، weeks هفته ها میآید، the morning در صبح همراه صبح میآید، the afternoon همراه نصف روزی، the evening همراه شامگاهان. at با همراه چی میآید؟ at همراه hours میآید یعنی ساعت ها، hours همراه night یعنی شب، noon یعنی 12 روز نون میگن یعنی نصف روزی، ساعت 12 روز نون میشود. همراه midnight میاد یعنی 12 شب. مثلا در اینجا اگر مثال بیاریم hours مثلا at 7 o'clock، اما در اینجا at night, at noon, at midnight مثلا. یا که در اینجا مثلا همراه سال ها میاد این مثلا 2020 است، in 2020 in 2020. یا همراه ماه ها in January, in February. یا همراه فصل ها in summer, in autumn مثلا. خب همراه هفته ها مثلا in next week, in next week یعنی هفته آینده. in the morning در صبح، in the afternoon در نصف روزی، in the evening در شامگاهان. اما at گفتیم خیلی همراه ساعت ها. on همراه چی میاد؟ on همراه days میاد یعنی روزها، on Monday, on Friday, on Tuesday. weekdays همراه weekdays مثلا on weekdays, on weekends. اما weekdays چی میشود؟ weekdays روزهای هفته میشود، weekends روزهای استراحتی. خب در اینجا باز نوشتیم weekdays Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday رو در نظر داریم، در نظر دارند قاعده زبان انگلیسی. weekends Saturday, Sunday یعنی روزهای شنبه و یکشنبه رو در نظر دارند یعنی روزهای استراحتی. میشه ترجمه کرد weekdays روزهای هفته، weekends روزهای استراحتی مثلا. خب با همین تمام یعنی درس امروزه. خب من با تلفن اینگه هستم یعنی دنیای رنگین کودکان بهترین کردید که در سور پرمای افیرده موندید و گپی بیهوده این خوبتر است. استاد سلامت و سربلند باشین. خب که میفهمین تشکر زیاد برای فهمشتون. بعضی ها میگوین چی در کار زبان انگلیسی. خب بسیر نود یک آشخانه من ترجمان نویس. خب دوستان گرامی با همین موضوع درس امروزه که درباره preposition of time بود یعنی جانشین های زمانی و انجام رسید. و اگر یکون سوال و پیشنهاد داشته باشین مرحمت، اگر نداشته باشین خواهین صحبت آزاد مرحمت صحبت کنین. اگر صحبت آزاد نداشته باشین افیر را قطع کنین. با همین یعنی من تمام کردم. Black Sea School finished on July. بله درست. خب دیگر در اینجا نگاه کنیم دنیا ورد 12
Time is gold. 3 11 11 Basir 91 5 Yosamin 5 Allah veliki 4 Oshxona 1 Dasarxon Zebo 1 Diamond King 5 خب امروز باهای 5 با دنیا ورد باهای 5 خب باهای 5 با دنیا ورد 12 خال گرفتن Time is gold 11 خال باهای 5 نیز با ایشان هم باهای 4 با بصیر 91 و یاسمین باهای 4 و Diamond King نیز باهای 4 و باهای 3 الله великий و دیگر دوستانی که در اینجا جواب دادن. خب تشکر ای همتون که اشتراک کردین. سلامت و سربلند باشین. غریبان تیوی روسی گپ نمیزنی؟ کی رو در نظر دارین غریبان تیوی؟ Teacher, what happened with Arabic language? خب دوستان گرامی در اینجا علی خیرات پروسس که زبان عربی چی شد؟ یعنی کدومی که زبان عربی وعده دادن در افریق گذشته مرحمت صحبت آغاز کنم. دنیای رنگین میدونم که از چیزی فایده‌ناک ده بعضی ها به چیزی بیهوده علاقه و شوق دارن. متاسفانه علم و هنر برایشان مهم نیست. بله چیکار کنیم؟ من در بالا تماما اهمیت ندادیم به من فرق ندارد. من در بالا تماما اهمیت ندادیم به من فرق ندارد. راستی نفهمیدم چی رو در نظر دارید. آشخانه چی با بسم اللهش گرفتین؟ فروخشو 17 لایک بگی استاد زنده باشی سلامت باشی برادر عزیز فروخشو تشکر زیاد برای لایک و برای اومدنتون. سرخون زیبا و من 2 گرفتم نه شما 2 نگرفتین یعنی باقی مونده همه 3 گرفتن. رحمت برای درس یاسمین نوشتین تشکر بر خواهر عزیز یاسمین. دنیای رنگین کودکان میل در امان الله باشید. خوش آمدین دنیای رنگین کودکان. آشخانه غریبان کانال بصیر 91 با افیر روسی می شود. بله دوستانی که زبان روسی میخوان با کانال بصیر 91 وارد شوند. حاضر کانالشون میمونم در اینجا افیری درسی روسی دارن هم ویدیو میپرتین هم افیر دارن. حیات شخص از خود اوست انتخابم از آنهاست. بله دنیا ورلد شبای نغز به همه. خب تشکر زیاد دنیا ورلد شبای شما نیز بخیر و شادی باشد تن صحت سالم و سربلند باشین. خوش آمدین بصیر 91 رحمت دوستم. الله великий ای همسنفمو شید همیشه داریم نمیدونیم ای همسنف یا ما شید همیشه داریم نمیدونیم نفهمیدم میره. بصیر 91 تیچر یکون توصیه میدادم که بابت افیر ما بابت افیر شما اپای بصیر 91 در اولی افیر گفته بودم که یعنی همون تلفن میداشتگی یعنی تلفن قپک یا که شما چیزی نامش بردین دادم نیست همون خیلی باشد یعنی نجنبت خوب میشود. بخاطر که وقتی میجنبت شما که علمی روانشناسی خوندید این چیزا از من دیده بهتر میفهمید یعنی فکر انسان پریشان میشود. تایم از گولد همه در شبای خوش. خب با شما نیز شبای خوش آمدین برادر عزیز. الله که 1 ماه شد بله قریب که 1 ماه میشد 2-3 روز بعد نغزمون in time. Please teacher where is my degree? Your degree you don't answer you didn't answer my brother. نه سال شده سای time is خوبی خوش time is رحمت شما ده Diamond King استاد رحمت سلامت باشین برادر عزیز. یک بار شما رو بار دیگر خوش آمدی میکنیم. تشکر زیاد برای اومدنتون. شتاتیف محکم مغازه ها بله انمون شتاتیف کم بودی در افیر شتاتیف است تمام. تایم از گولد شما در مشخانه دایموند کینگ شب خوش با همه را. خب اشمون از شبی خوش آمدین. خب دیگر در افیر همون است دیگر همون شتاتیف است. شتاتیف چلی گفتین شتاتیف مثلا نگاه کنید که
وقتی از من کتاب رمانم مثلا از یک لحظه یعنی کتاب رمانم این خیلی درست است یا که مثلا دویم یعنی جنبیده استاد یعنی مثلا گاه خیلی میشن گاه خیلی میشه یعنی دست انسان از دیگر درجه قرار نمیسته که میجنبد و هم خاطر همین اشتاتیف باشه دیگر بهترین است یعنی تشکر زیاد یاسمین که درس را شروع کردین و من از اول افیر تا آخر افیر قطعی تان بودم یعنی از پس شما نیز تکرار کردم علی خیرات no you should give degree okay علی خیرات you are very smart احمد تایمز ما بچه‌ام اپا الله ویلیکی خب دسترخوان زیبا ساعت معین نمیکنید اپا جانی بسیر خب اینم فکری خوب است دسترخوان زیبا میگه ساعت معین کنید یعنی ساعت معین باشه بعد فکر خوبتر است به خاطر که مردم میدونن که در فلان ساعت ما درس روسی داریم در فلان ساعت انگلیسی داریم مثلا در فلان ساعت ادبیات داریم مثال یعنی یک وقتی معین باشه بسیار خوب است حالی نه سر کردن میگیریم در اولا یک قسم باشد ما میندار حالی نه یعنی چی رو در نظر داره حالی نه من فهمیدم یعنی ساعتش معین باشه و فکرم خوبتر میشود دوستان میدونن که در کدام ساعت سر میشود خب دیگر افتخارنامه TNT چرماده خب انشالله یکم پرینتر داشته باشیم در آخر کورس یکم شهادتنامه چاپ میکنیم میتونیم میگیم اینها در درس اشتراک کردن از کتاب نیو گرامر تایم یعنی که فعال بودن خب دوستان گرامی آشخانه رحمت دوستان سلامت باشین تشکر زیاد یعنی با شما رحمت که شما قدر میکنین میایین خب دوستان گرامی یکم پیشنهاد یکم چیز نباشد اگر افیر رو قطع کنیم که قریب 1 ساعت شده ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا برای همه شما شبی خوش تمنا دارم و تا درسی آینده صحت و سلامت و سربلند باشین see you next class see you tomorrow موفق و مؤید و سربلند باشین خیرسته کجا رفت کرکرچی علی خیرات God bless you teacher آمین thank you بسیر نودیک udalید کنم افیر تیچر نه udalید نکنیم ما نمیبسته یکمش که کسی که زبان روسی آموختنی میدارد میآموزد دویم اینکه یعنی با گفته اپای شالو یعنی یک بار پرسیده دو گفتن مینوتو کور میشوند و هم خاطر اگر یگان چی نداشته باشه یگان چیزی شخصی نباشه مثلا ممانعت یا یگان مانعه شخصی نباشه اگر مثلا میتونیم بسته هم مینوت هست مثلا هم یگان کسی که بخواهد مراجعت میکنه میبینه میخونه علی خیرات where is Russian language Russian language in this channel but only short movies آشخانه استاد همین زحمت میکشین رحمت سلامت باشین تشکر زیاد آشخانه علی خیرات علامت سوال موندن همون زبان روسی را به فکرم پرسیدن که یعنی زبان روسی کجا هست اگر ویدیو در نظر داشته باشید در همین کانال یعنی ویدیو هم هست ویدیو برای زبان روسی یعنی برای نوآموزان هستن البته برای شما نیستن یعنی شما در سطح زباندانی هم زبان انگلیسی و هم زبان روسی خیلی یعنی یک در سطح عالی قرار دارین البته برای نوآموزان هستن بسیر 91 رحمت تیچه برای دستگیری خیر به دوستان عذر سینوسال فرزندم را به نظر نگیرید به من اجازت نیست
بهترین است اپای بصیر 91. من راستش بگم یعنی مثل یاسمین تلفظ کردن نمیتونم. یعنی چی میگن اکسنت میگن چی میگن، یعنی بعضی انسانی از گراماتیک را خوب میفهمه لیکن گپ زدن نمیتونن، بعضی از انسانی گپ زدن میتونه مثل گراماتیک را نمیفهمن. یعنی من منظورم یاسمین نیست، یعنی دیگر کسا مثلا. اما یعنی در سطح عالی بود، در سطح خوب بود، بهترین بود. علی خیرات توجیکی گپ زد. علی خیرات الله ویلی که پرسیستن توجیکی گپ زنین. بصیر 91 رحمت برای درس، سلامت باشین. دیامون کینگ خوب خنده و تبسم و تشکر. الله ویلی که نه یاسمین خودش زوره. بله یعنی خوب بود، بهترین بود. حاکم جان فرخوری لایک زیر کردم، سلامت باشین. تشکر زیاد برای زیر کردنی لایک. الله ویلی که علی خیرات مورم فهمیم شما چی گفته سنوخی. علی خیرات الله ویلی که پرسیستن که توجیکی گپ زنین که وقتی آزاد است، یعنی بخواین گپ زنین. خب کانال اپای بصیر 91، کانال ما بلاگر تجه، کانال دنیا ورلد، کانال تایمز گولد، کانال سوپر ماما. سوپر ماما چخیله که در درس ها دیر کردیست، یعنی که میان خاموش بیستن گفتن خلال نرسونیم. اوکی است در اینجا. کانال ای پنزه میگرن اپای پنزه. خب کانال مادر تجه سیتورامو، کانال آشخانه با بسم الله، کانال کازان تجه اپای نکای نظر، کانال دسترخوان زیبا را گفته، کانال دسترخوان زیبا، ما بلاگر تجه را نشان دادیم. کانال پرسیلنسی. خب دیگه ممکن پناهتون با خدا استاد. خب خداوند نگهدارتون باشه. خوش آمدین. آشخانه همه با شب خوش. درس‌های نقص خونتون آینده با در کار می شود. خب رحمت و خیر تا پگاه. خب خوش آمدین. اپای بصیر 91 آشخانه حاکم جان فرخوری میرین اکه بله درس تمام شد. بلکسی استاد من طلبه نوام. خب خوش آمدین بلکسی. اگر اجازه باشه کانالتون رو بینیم، یعنی اگر کانال داشته باشین به شرط مثلا بلکسی جا چند تا برامد کانالتون کدامش باشه. بلکسی حاکم جان فرخوری استاد زنده باشین. پناه خدا. خب خدا نگهدارتون باشه. علی خیرات الله ولیک. if you learn one your and if you learn one you and not use or don't do practical application you cannot speak. خب یعنی منظوری برادر علی خیرات همین است که تمرین کنید، یعنی گپ زنید کم کم. years if you learn 1 years and not use or don't do practical application you cannot speak. یعنی منظور این است که اگر شما 1 سال نیز خوانید، وقتی که پرکتیکال نمیکنید، تمرین نمیکنید، مشق نمیکنید، گپ نمیزنید، شما گپ زدن یاد نمیگیرید. منظورش
استاد من کانال ندارم. خب خیلی باشه از جمع ابراهیم. تشکر زیاد برادر هستی یا خواهر هستی یا مادر هستی بلکسی. یعنی بعضی ها مثلا کانال دارن به خاطر کانالشون میان یا که به خاطر زبان میان یا به خاطر هر چیزی که میان. شما یعنی کانال که ندارین، کانال هم که ندارین یعنی میآین. تشکر زیاد برای آمدنتون. صحتمند و سلامت و سربلند باشین. خب دیگر دوستان اگر یگان گفتنی نداشته باشن یه فیلم خط کنیم. دسترخوان رفتین. دسترخوان با فیلم دسترخوان شو جمع کنی رفت. خب دوستان اگر یگان سوال پیشنهاد نباشد یه فیلم خط میکنیم. خداوند نگهدارتون باشه. موفق و مؤید سربلند باشین. Allah willing. From where do you know English, Ali? From where do you know English, Ali? برادر علی شما را پرسیدن. الله ویلی که شما انگلیسی را از ما خوب میدونین کو. شرمنده ایم در نزد شما و علی خیرات که یعنی ما انگلیسی را قصوز نمیدونیم. در نزد شما مثال گپ شاید کمبودی زیاد داریم لیکن شما خاکسار که هستی کمبودی ما را نمیخپین. خداوند خیرتون بده. علی خیرات گود نایت. خب تبسم. خب دیگر جواب داشته باشید به الله ولی که مرحمت جواب گردون علی خیر. اگر نداشته باشین یک خیر گوین یا دوستان یگان سوال پیشنهاد داشته باشن یه فیره قطع میکنیم. چی گفتین؟ خب فهمیده میشه که یگان سوال پیشنهاد نیست و افیر رو teacher don't say like this. Teacher don't say like this. Why? You are the best. No, I'm not. I'm not the best. Okay, see you tomorrow, all my friends. پرسیدن سیتجه سلام دوستان عزیز. پرسیدن سیتجه مون هم یه فیلم خاموش کردیم دیدیم درس تمام شد صحبت چخچخ هم تمام شد. یه فیلم قطع کردیم. خدا حافظ بلکسی. خدا حافظ نوشتین. خدا حافظ علی خیرات. I like your lessons. Thank you very much. علی خیرات. پرسیدن سیتجه good night shit aujourd'hui. بله good night. Good night و goodbye و bye bye. خب معلش دوستان گرامی با تو فردا ساعت 9 با وقت مسکو با میخریم در یه فیر.